کلاسیک، برنامه‌ای از رامین یوسف زمانی، هر جمعه از ساعت 10 الی 11 صبح از تلویزیون عصر امروز. با درود و عرض احترام خدمت شما بینندگان عزیز و دوستان مهربان، سومین برنامه از سری برنامه‌های کلاسیک رو در خدمتتون هستم و امیدوارم که بتونم برنامه خوبی رو خدمتتون ارائه بدم. همونطور که در اولین قسمت از این برنامه ها باتون صحبت کردم در ارتباط با ارکستر سمفونیک تهران و وضعیت نابسامانی که در حال حاضر این ارکستر و همه ارکسترهای در حقیقت کل موسیقی در ایران دچار اون هست و جایگاه موسیقی کلاسیک و ارکستر سمفونیک رو همونطور که در ابتدا خدمتتون عرض کردم جایگاه ویژه و والایی هست. امروز میخوام که به اختصار یک مقدار از فعالیت‌های ارکستر سمفونیک و دوره‌های به خصوصی که در 5 قسمت من این رو تقسیم کردم خدمتتون، از تاریخچه کنسرت ها و فعالیت های بعد از انقلاب رو در رابطه با ارکستر سمفونیک و نابسامانی های اون باهاتون صحبت بکنم. خب تقریبا از اوایل انقلاب و همزمان با انقلاب فرهنگی موسیقی و هنر دچار یک سکوت و ایست بزرگ شد تا زمانی که رفته رفته کلیه هنرها تونستن فعالیت خودشون رو تا حدودی که دلشون میخواد و اجازه دارن به اصطلاح ادامه بدن و در ارتباط با موسیقی که خودم هم اون زمان در ارکستر سمفونیک تهران قریب به شاید 27 سال پیش شروع به کار کردم و زمانی بود که ارکستر سمفونیک اجازه فعالیت نداشت و مرحوم حشمت سنجری از رهبران به نام ارکستر سمفونیک تهران رهبری ارکستر رو از قبل از انقلاب به عهده داشتند و در اون زمان تعداد زیادی از نوازنده ها کوچ کرده بودند و به این ور اون ور دنیا رفته بودند و ارکستر پراکنده‌ای وجود داشت و برنامه‌ای در هر صورت وجود نداشت که بخواد این فعالیت ادامه پیدا بکنه. در صورت با تمهیداتی که در سری اولم خدمتتون عرض کردم که از ارکستر سمفونیک در اون زمان با یه ترفند خاصی استفاده شد در جبهه‌های جنگ که تعداد به تعداد میرفتیم و برنامه‌های مختلف اجرا میکردیم و این کمکی تونست بکنه که ارکستر سمفونیک کم کم بتونه جایگاه خودش رو پیدا بکنه و فعالیت خودش رو آغاز بکنه. بعدها با این مقدار کسالت مرحوم حشمت سنجری و چندین برنامه‌ای که اجرا شد در ارکستر سمفونیک تالار رودکی و تالار وحدت و نابسامانی‌هایی که وجود داشت، یکی از اعضای ارکستر رهبری ارکستر رو به عهده گرفت و کم کم این قضیه ادامه داشت تا فعالیت ها به جایی رسید که توجه به موسیقی زیاد شد و میتونم از دوران خوب موسیقی کلاسیک در ایران در ابتدا از حضور تریوی فرانسه در ایران نام ببرم، از نوازندگان به نام
ویولون و ویولنسل، دو برادر ژان پیر سابوره و آلون سابوره. و در اون زمان اون کنسرت حتی برای خود من بسیار مفید بود و خیلی استفاده کردیم و از نوازنده های به نامی که اومده بودن تونستیم مطالب خوبی رو به اصطلاح بیاموزیم. حضور مفید بعدی حضور پروفسور توماس کریستین دیوید بود که به شخص افتخار شاگردی ایشون رو داشتم و که ایشون از بزرگان موسیقی کلاسیک در دنیا بودن که در سن 24 سالگی رئیس کنسرواتوار وین اتریش بودن و از قبل از انقلاب ایشون برای رهبری ارکستر چندین بار به ایران سفر کرده بودن و همسر ایرانی هم داشتن به نام مرحوم منصوره قصری که از خوانندگان به نام اپرای ایران بودن که اجرای به یاد ماندنی اپرای کارمن اثر جورج بیزر رو در خاطرها به جا گذاشتند. حضور پروفسور توماس کریستین دیوید در ایران باعث شد که تعداد زیادی از نوازنده ها که موج خوبی از نوازنده ها و موزیسین هایی بودن که در حال حاضر هر کدوم از ستون های موسیقی کلاسیک ایران هستن و خوشبختانه هر کدوم در حال حاضر جایگاه خاصی برای خودشون دارن. در انستیتو ایران اتریش مشغول به فعالیت شدیم به رهبری پروفسور توماس کریستین دیوید با ارکستر فیلارمونیک وین و ارکستر فیلارمونیک تهران در انستیتو ایران اتریش و آموختیم. به واقع 8 سال مستمر این ارکستر فعالیت داشت و حضور نوازنده های مطرح در اون دوران به عنوان مثال جناب آقای وینیشهوفر نوازنده آلمانی که مستر کلاس هایی در ارتباط با ویولون به اصطلاح داشتن در انستیتو ایران و اتریش که خود من هم جزو شرکت کنندگان و اعضای این مستر کلاس بودم. حضور آقای توماس کریستین دیوید باعث شد ما درس هایی که در زمان تمرینات از ایشون بگیریم در ارتباط با اصول اجرا، رهبری ارکستر و حتی آهنگسازی باعث شد که موج جدیدی از نوازنده ها و موزیسین های تربیت شده به جامعه ایران تحویل داده بشه و عرض کردم خدمتتون که ثمرات اون هست و الان هر کدوم از این نوازنده ها به عنوان مثال آقای هومن خلطبری از دوستان خوبمون که بعضن کارهای ایشون رو در ارتباط با فعالیت در ارتباط با آکادمی گوگوش در کانال من و تو حتما دیدید و ایشون در اتریش تحصیل کردن، بعد از اون رهبری ارکستر، آهنگسازی و نوازنده بسیار خوب پیانو. آقای مازیار ظهیرالدینی، آقای عماد نکویی از ویولونیستای خیلی خوب، شاهین برادر خودم از نوازندگان و آهنگسازان بسیار خوب، خودم که در خدمتتون هستم و بسیاری دیگه از بچه ها، آقای طاها عابدیان از نوازندگان ویولون آلتو که الان در ارکستر فیلارمونیک وین مشغول به نوازندگی هستند و بسیاری از دوستان دیگه که در اینجا مجال نیست اسمی از ایشون ببرم از دوستان و مستر کلاس های مختلف که در انستیتو ایران و اتریش انجام می شد در رابطه با سازهای دیگه به عنوان مثال پیانو، گیتار و سازهای بادی و به خصوص در ارتباط با آواز کلاسیک که همونطور که عرض کردم خدمتتون خانم منصوره قصری تأثیرات خوبی در اون دوران داشتن و بچه ها از حضور ایشون استفاده می کردن. دوران خوب بعدی مربوط میشه به زمانی که شهرداری تهران
حرکت خوبی رو توسط آقای بهروز قریب‌پور از کارگردانای به نام تئاتر ایران تحصیل کرده در فرانسه شروع کردند و فرهنگسرای بهمن در جنوبی ترین نقطه تهران، جایی که به اسم کشتارگاه معروف بود، خیلی جالبه که اونجا تبدیل شد به یه مکان بزرگ فرهنگی و در ارتباط با موسیقی ایشون خیلی مثبت و چشمگیر حرکت کردن و خیلی با احترام. یادم هست که تک تک نوازنده ها رو فرا خوندن و حتی سرویس رفت آمد بهشون دادن و اونجا با یکی از بهترین و قوی ترین ارکسترای سمفونیک ایران رو در اونجا در حدود بین سالهای 1370 تا 1377 78 داشتیم که همزمان انسیتوی اتریش هم مشغول به کار بود. در اون زمان آقای داوید هم حضور داشتن و کنسرت های بسیار چشمگیر و در سطح بالایی رو عرض کردم با حضور نوازندگان خوب که کمتر پیش میاد اینطور همه در یک جا در ایران جمع بشن و این کنسرت ها اونجا انجام شد و به واسطه حضور جناب داوید ما تونستیم رهبرهای دیگه ای رو هم در اون ارکستر که همزمان می اومدن با ارکستر سمفونیک تهران کنسرت های بسیار خوبی رو اجرا می کردن و بعد از اون دعوت می شدن برای رهبری در ارکستر فرهنگسرای بهمن. بسیار دوران خوبی بود و فکر می کنم که دوستداران موسیقی کلاسیک در اون زمان در ایران خوراک خوبی تحویلشون داده می شد و لذت می بردن کاملا از یک طرف ارکستر سمفونیک تهران، از طرفی ارکستر فرهنگسرای بهمن و ارکستر فیلارمونیک تهران در انسیتو ایران و اتریش. بیشتر در ارتباط با ارکستر سمفونیک عرض کردم خدمتتون. همونطور که گفتم ارکستر سمفونیک سمبل هنری هر مملکتیه و در سازمان ملل برای ارکستر سمفونیک امتیاز ویژه‌ای قائل شده و هر کشوری که ارکستر سمفونیک رو داشته باشه و حتی با کیفیت بسیار خوب، این امتیاز ویژه‌ایه که سازمان ملل قائل شده برای هر کشوری. متاسفم که در حال حاضر فعالیتی ارکستر سمفونیک انجام نمیده. به هر حال صحبت‌هایی شده مبنی بر حضور یکی دو رهبر که در مورد اول آقای منوچهر صهبایی که ایشون در سال 70 بعد از سالها که در ارکستر سمفونیک تهران در قبل از انقلاب نوازنده ساز بادی اوبوا بودند، به اتریش رفتند و اونجا تحصیلاتی داشتند و در سال 1370 برای رهبری ارکستر دعوت شدند و اون سال به واقع کنسرت بسیار خوب و به یاد ماندنی بود که در اون سال اوورتور اگمونت اثر لودویگ وان بتهوون رو اجرا کردیم که بسیار اثر خاطر انگیز و ماندگاری بود و ایشون رفتن بعد از اون اجرا. البته در فرهنگسرای بهمن هم همونطور که گفتم به واسطه این حضورها و ارتباطها ایشون هم حضور داشتن و برنامه خوبی رو هم در فرهنگسرای بهمن اجرا کردن و بعد از برگشتن ایشون خب به خاطر اون کنسرت خوبی که در یادها باقی مونده بود و به خصوص بچه‌های ارکستر همیشه یاد می‌کردن و دوست داشتن که ایشون دوباره حضور داشته باشن تا بتونن برنامه خوبی رو اجرا بکنن با ارکستر سمفونیک تهران و در حقیقت تابع شده بود اومدن ایشون و همه انتظار اومدن ایشون رو میکشیدن. اومدن ولی بعد از سالها گذشت زمان و متاسفانه خاطره خوبی به جا نذاشتن و در زمان حضور ایشون ارکستر سمفونیک به
پایین ترین درجه خودش رسید و نمیخوام اینجا اشاره‌ای به مسائل حاشیه‌ای داشته باشم، ولی اونطوری که باید درست عمل نکردن در ارتباط با ارکستر سمفونیک و در حقیقت نمیتونستن که این کار رو بکنن. به واقع باید اینو عرض کنم که در این روزها هم نامی از ایشون به عنوان رهبر ارکستر برده شده بود که تعیین شدن به عنوان رهبر ارکستر دائم که با اعتراض بچهای ارکستر سمفونیک مواجه شدن، چون همونطور که عرض کردم خدمتتون بالاترین مشکلات ارکستر سمفونیک در زمان حضور ایشون صورت گرفت. ایشون خیلی با مسئولین خیلی بیشتر همراه بودن تا با دوستان و نوازندگان ارکستر سمفونیک خودشون. در اینجا خواهش میکنم از آریای عزیز که اولین ویدیو رو خدمتتون ارائه بدیم که امیدوارم لذتشو ببرید.
خب امیدوارم که از دیدن این اجرا لذت برده باشید. این اجرایی بود که قریب 2-3 سال پیش در تالار کوچک رودکی در طبقه 3 تالار وحدت اجرا شد توسط دوست خوب و عزیزم رازمیک اوهانیان، رهبر گروه کور ارکستر سمفونیک، به همراهی گروه کور تالار وحدت و ارکستر سمفونیک و تعدادی از نوازنده های اون ارکستر که حتی میتونم بگم که 1-2 از این بچه ها خوشبختانه یکیشون به اتریش و دیگری در کانادا در حال حاضر هستن و فعالیت های خوب موسیقی خودشون رو ادامه میدن. این اثری بود به اسم سرود ایران، اثر استاد لوریس چکناوریان از رهبران و آهنگسازان به نام ایرانی که در اینجا ایشون رو میبینیم که فعالیت دارن و من به واقع و به شخص ایشون رو خیلی دوست دارم و برای هنر ایشون احترام قائلم. از طرفی هم با دیدن این کلیپ یاد دوستان خوبم در ارکستر سمفونیک و در تالار وحدت گروه کور افتادم که در همینجا به تک تکشون سلام و عرض احترام دارم. در ادامه این دوران تاریخی بعد از انقلاب در ارتباط با موسیقی کلاسیک و ارکستر سمفونیک میرسیم به دوره‌ای که به اعتقاد من و به اعتقاد خیلی از دوستان بسیار دوره دلنشین و ثمربخش و مفیدی بود و اون هم حضور آقای نادر مشایخی از آهنگسازان و رهبران خوب و فرهیخته ایرانی، فرزند استاد جمشید مشایخی که سالهاست در اتریش تحصیل کردن و زندگی میکنن و تقریبا این ارتباط از هلوش سال 1998 آغاز شد و در اون سال اولین سفر اروپایی ارکستر سمفونیک رقم خورد که خاطرم هست که قبل از اینکه ما به اتریش سفر بکنیم یه هیئت 4 نفره از طرف اتریش برای بازدید از ارکستر سمفونیک و گزارشی تهیه بکنن که ببرن و اونجا بررسی بکنن. این هیئت به تالار وحدت اومدن در زمان تمرینات ارکستر سمفونیک و موقعی که برگشتن گفته بودن که جمله‌ای که گفته بودن این بود که این ارکستر میخواد خودکشی بکنه در قلب موسیقی دنیا و با سازهای فرسوده و اینجا میخواد بیاد کنسرتی اجرا بکنه که برای اونا یک در حقیقت سورپرایز بود و براشون هضم نشده بود که ایران بعد از این مسائل و جنگ و انقلاب بتونه ارکستری داشته باشه. ولی ما اون سال به اتریش رفتیم و کنسرت بسیار خوبی رو اجرا کردیم. ما در اون کنسرت یک اثر به یاد موندنی از لودویگ وان بتهوون سمفونی شماره 7 رو اجرا کردیم که سمفونی بسیار زیباییه و خاطرم هست روزی بعد از کنسرتمون زمانی که صبح داشتم برای ورزش میرفتم بیرون، منیجر اون برنامه خانم مقدم یادش بخیر که من رو در لابی هتل دیدن، هتل متروپول در وین و به من گفتن که رامین بیا. رفتم و از من خواستن که روزنامه‌های صبح وین رو ببینم که عکس ارکستر رو گذاشته بود و یک نوشته‌ای رو به این صورت کج روی ارکستر گذاشته بود، روی عکس ارکستر. و من خب از ایشون پرسیدم که آلمانی چی نوشته. گفت اینجا گفته که فقط یک جمله شاهکار بود. اون برنامه
در حقیقت آغازی بود برای قریب به 6-7 سال رفت و آمد به اتریش و کنسرت های بسیار خوبی رو که ما اونجا اجرا کردیم و تونستیم این ارتباط رو برای سالیان بعد هم حفظ بکنیم و نه تنها در وین، در گراتز و سالزبورگ و مینز اجراهای مختلفی داشته باشیم. اجرای بعدی ما در اون به اصطلاح سالها در کنسرت هاوس وین بود که فستیوال در حقیقت پست مدرن بود و تعدادی از نوازندگان انتخاب شدیم. تقریبا قریب به 24 نفر نوازنده انتخاب شدیم و در اون فستیوال شرکت کردیم و متاسفانه این بازتابی در ایران نداشت. واقعا اون فستیوال های بزرگ و خوبی بود، خصوصا در اون فستیوالی که در کنسرت هاوس بود ما اجرایی داشتیم در حقیقت غیر متعارف و چیدمان ارکستر به صورتی بود که تا به حال دیده نشده بود و ما 3 قطعه اجرا کردیم از یکی از نقاشان به نام اتریشی که اون اثر در حقیقت اولین بار توسط ارکستر ما اجرا می شد در دنیا. اون نقاش سالها بود که آثارش در دنیا صدا کرده بود. متاسفانه الان اسم ایشون رو به خاطر ندارم، ولی اون چیزی که مهمتر از اینه اون اجرایی بود که ما داشتیم و واقعا اجرای خوبی بود که در خود اتریش بازتاب بسیار خوبی داشت، اما در ایران متاسفانه هیچ بازتابی نداشت و براش ارزشی قائل نشدن. این خیلی دارای جایگاه و ارزش خوبی بود در دنیای موسیقی که متاسفانه در حقیقت اون سالها یادمه، خاطرم هست که همزمان بود با ریاست جمهوری آقای خاتمی و حضور ایشون در وین که مسائل و مشکلات و تظاهرات در حقیقت در ارتباط با اون حضور انجام شده بود که ما در همون زمان در وین اجرای برنامه داشتیم. دوست دارم اشاره بکنم که در سالهای بعد در حقیقت آخرین اجرایی که با جناب آقای نادر مشایخی داشتیم در فستیوال مورگنلند در آلمان بود که در حقیقت محور این فستیوال ارکستر سمفونیک تهران بود که خیلی جالبه که ما در حقیقت در کل آلمان تقریبا این اجرا رو داشتیم در شهرهای مختلف و خیلی باعث غرور بود که تبلیغ این فستیوال رو می‌دیدیم. پوستر زرد رنگی بود که نوشته مشکی بزرگی داشت فستیوال به اسم فستیوال شرقی و اون هم اجرای بسیار عالی بود که در ابتدا در شهر اوزنابروک در آلمان ما اینو شروع کردیم، استارت این برنامه رو با کل ارکستر سمفونیک که بعد از 2-3 روز تعداد زیادی از ارکستر به ایران برگشتن و ما باز همون ارکستر کوچکی که در فستیوال های وین حضور داشتیم ادامه برنامه رو داشتیم در شهرهای مختلف و در نهایت در فیلارمونیک برلین که در حقیقت میادگاه موسیقیدان‌ها و نوازندگان و آهنگسازان کلاسیک دنیاست، جایی که هربرت فون کاراین اونجا اجرای برنامه داشته و بزرگان موسیقی دنیا. یعنی من خاطرم هست زمانی که در اون سالن قدم می‌زدم باورم نمی‌شد که آیا به واقع دارم الان در فیلارمونیک وین اجرای برنامه دارم یا نه. که در اون سال ما
کنسرت‌های سیمفونی کنسرتان در حقیقت اثر آمادوس موزارت رو اجرا کردیم که دو تا از دوستان خوب من به اسم لعیا اعتمادی نوازنده ویولون آلتو یا ویولا و پدرام فریوسفی که هفته‌های پیشم عرض کردم خدمتتون که متاسفانه دچار سوختگی شد منزلش و دست‌ها و صورتش سوخته و خوشبختانه رو به بهبودیه که این برنامه رو اونجا اجرا کردیم و برنامه بسیار عالی بود و به خاطرم هست که بعد از اجرا ایرانی‌ها چه غروری رو داشتن و چه احساس خوبی رو که شما با این اجراتون ما رو اینجا سربلند کردین. یادش بخیر. عرض به خدمت شما که نکته‌ای که خیلی دوست دارم اینجا بهش اشاره کنم زحمات و جسارت نادر مشایخی که عرض کردم که پسر استاد جمشید مشایخی که از اینجا امیدوارم که این برنامه رو هر دوی این بزرگواران ببینن و من سلام میکنم خدمت ایشون، دست استاد مشایخی رو میبوسم، استاد جمشید مشایخی، و از اینجا درود به هر دو و به خانواده محترمشون میفرستم که نادر مشایخی آهنگساز و هنرمندی فرهیخته است و قابل تقدیره که این در حقیقت فعالیت ها انجام شد و خدمات خوبی در حقیقت میتونم بگم در تاریخچه ارکستر سمفونیک ایشون داشتن که به واقع نباید فراموش بشه. متاسفانه قدردانی و از ایشون به درستی انجام نشد، ولی باید گفت که به غیر از هنر و دانشی که آقای نادر مشایخی دارن، بسیار انسان خوب و دوست داشتنی هستن و جسارت و اعتباری که ایشون به ارکستر میداد در اون سالها به خاطر فراهم کردن این سفرها و کنسرت ها بسیار فضای خوب و دیدگاه خوبی رو نسبت به ارکستر به اصطلاح به وجود آورد و خاطراتی که از ایشون به یاد داریم تماما خاطرات خوب و رفتار خوب، بعضا با تعدادی از اعضای ارکستر که هم کلاسی هم ایشون بودن. در صورت بسیار خوب بود و امیدوارم که هر جایی که هستن سلامت و سر حال باشن، خودشون، استاد مشایخی و مادر گرامیشون و برادر عزیزشون. از اینجا خواهش میکنم که آریا عزیز دومین اثر رو برای شما اجرا بکنه. موزیک 600 نوازنده و خواننده همزمان بر روی صحنه برای اجرای سمفونی شماره 8 گوستاو مالر که سمفونی 1000 هم نامیده می شود. ارکستر سمفونیک سیمون بولیوار از ونزوئلا در جشنواره معروف سالزبورگ اتریش که بزرگترین جشنواره موسیقی کلاسیک در جهان است، بهترین کارهای مالر را اجرا می کند. گوستاو دودامل رهبر این گروه می گوید: آوردن این تعداد هنرمند روی صحنه یک فرصت استثنایی برای رهبر ارکستر است. اعتماد به نفس پیدا می کنید و احساس می کنید که در مسیر درستی قرار گرفته اید. این لحظه بزرگی است. ما از فرهنگ اروپا چیزهای زیادی آموختیم و زمانی که موسیقی کلاسیک کار می‌کنید این مسئله طبیعی است، ولی ما روش خودمان را اختراع کرده ایم. لوئیس ترخو نوازنده پرکاشن گروه میگوید:
من در قسمت پرکاشن می نشینم و تنها چیزی که از آنجا می شنوم صدای رسا و پرتوان است که حاکی از همنوایی و همدلی است. صدای سازهای سیمی را که می شنوید مثل موج دریاست. این ارکستر بخشی از یک برنامه آموزشی موسیقی ونزوئلا به نام ال سیستماست که مطابق آن بچه‌ها به طور رایگان نواختن یک ساز را می‌آموزند تا بدل به کودکان خیابانی نشوند. 400,000 جوان که بیشترشان زیر خط فقر زندگی می‌کنند عضو این برنامه هستند. نوازنده جوان کنت جونز. خب دوستان، این کار رو من گذاشتم که این ویدیو رو که شما ببینید، به این خاطر که این ارکستر ونزوئلا است و هزینه بالایی که صرف این ارکستر شده و بچه‌های خیابونی رو تحت تعلیم بزرگترین استادها قرار میدن و بسیاری هم ارکستر خوبی دارن و الان در دنیا صدا کرده کارشون و فقط میخوام اینجا افسوس خودم رو اعلام بکنم به خاطر سیاست هایی که در ایران در دوره قبلی ریاست جمهوری وجود داشت و هممون میدونیم که چه کمک هایی به ونزوئلا شد، در حالی که ارکستر سمفونیک خودمون که اینجا میخوام اشاره‌ای داشته باشم به یکی از دوران بسیار خوب و ثمربخش، با اینکه بسیار کوتاه بود و خوشحالم که شنیدم که از ایشون در حقیقت از کسی میخوام نام ببرم که در اون دوران حضور داشتند، جناب استاد علی رهبری که به نام الکساندر در اروپا از ایشون هم نام میبرن، از بزرگترین رهبر ارکستر سمفونیک ایرانی در دنیا هستن. ایشون دستیار هربرت فون کارایان در ارکستر برلین که خدمتتون عرض کردم بودن و سالها افتخار آفرینی کردن و در سال 1384 ایرانی به ایران سفری داشتن و ما در اون سال سمفونی 9 بتهوون رو اجرا کردیم که بسیار اجرای خاطر انگیز و به واقع میتونم بگم اجرای جهانی داشتیم و ایشون واقعا، من خودم به شخص از ایشون درس‌های زیادی در رابطه با رهبری ارکستر گرفتم و انسانی بسیار جسور و دانا در سطح بین‌المللی که میتونم بگم ساعتها CNN و BBC از زندگی ایشون و آثار و فعالیت‌های ایشون برنامه تهیه کردن و فردی بسیار ایرانی هستن، با اینکه سالها پیش 30 خورده سال پیش در زمان قبل از انقلاب به همین خاطری که بعد از برگشتشون اعتراض کردن، اون سالها هم اعتراض کردن به وضعیت موسیقی کلاسیک و نابسامانی‌هایی که وجود داشت و زمانی که برگشتن و سکان ارکستر سمفونیک رو به دست گرفتن برای اون اجرا، اون شب به یاد موندنی که وزیر رو صدا کردن، وزیر ارشاد، رو گفتن من شما رو اینجا نمیبینم آقای وزیر، کجا هستین؟ این بچه ها حقوقی که دارن میگیرن واقعا شرم‌آوره. نوازنده ها، خواننده های کلاسیک پشت هر کدومشون سالها اعتبار و زحمت و تحصیلات و الان اینا باید، و اون سال اسم در حقیقت رقم رو اشاره کردن که در اون سال میگفتن 80,000 تومان حقوق ارکستر سمفونیک که واقعا تماشاچی‌ها انگوش به دهان موندن و همه حیرت زده که این ارکستر سمفونیک با این هیبت حقوقی که دریافت میکنه اینه و حتی ماها حقوقشون هم پرداخت نمیشه و صدا کردن حتی به شکل یه سخنرانی بزرگ و خیلی جسورانه اعلام کردن که آقای وزیر شما الان باید اینجا باشید در این اجرا و چرا به این بچه ها رسیدگی نمی کنن. 84 و الان داریم میرسیم به سال 94، یعنی 10 سال پیش و هنوز نه تنها اتفاق خوبی برای ارکستر سمفونیک نیفتاده، بلکه 2 ساله که در سکوت و رخوت به سر میبره و این روزها خوشبختانه از ایشون اسمی برده شده برای
رهبری ارکستر سمفونیک که امیدوارم این اتفاق بیفته. پتانسیل بسیار خوبی در حال حاضر وجود داره در ارکستر سمفونیک تهران و بچه‌های پیگیر و نوازنده و در حقیقت دانا و فعال بسیاری در ایران الان هستن که میشه از این پتانسیل جوان استفاده کرد. و اینو خواستم اشاره بکنم بهش که ما چراغی که به قول معروف میگم به خانه رواست بر مسجد حرام است و تصور کنید ارکستر سمفونیک با قدمت نزدیک به 100 سال فعالیت باید در سکوت و رخوت باشه و با کمک‌های ایران ارکستر ونزوئلا این اثر رو که دیدید در حقیقت این موقعیت رو الان داره. خب کم کم به آخر برنامه داریم میرسیم. در پایان هر برنامه همونطور که عرض کردم مطلبی رو براتون میخونم و فکر میکنم این مطلب هماهنگی داشته باشه با برنامه امروزمون. البته امیدوارم که این اتفاقات بیفته و من سعی میکنم که هر بار اتفاقات جدید و خبرهای جدیدی که در رابطه با ارکستر سمفونیک هست رو خدمتتون ارائه بدم و همونطور که عرض کردم مهمانهای در این ارتباط و در رابطه با موسیقی داشته باشم و اینجا خدمتشون باشم و بتونیم برنامه خوب و مفیدی رو ارائه بدیم. خب این مطلب آخر رو میخونم و اون اینه که هنرمند کسی است که وجودش هنرمند کسی است که وحدت نگاه خود را بر کثرت نگاه ما منطبق می کند. اجزای پراکنده حس و اندیشه و نسبیت زیبایی شناسانه را به زندگی در پدیده‌های چند بعدی به گونه‌ای متحد و متشکل به ما می‌نمایاند. هنرمند کسی است که برای تعالی بخشیدن روح و فکر مردم روزگار می‌گذراند. برای خوب اندیشیدن و آگاهی بخشیدن به مردم و راهنمای ایشان جهت انتخاب بهترین در زندگی تلاش می‌کند. هنرمند هر نفسش عبادت، حضورش نعمت و جایگاهش مقدس است. با بدرود در برنامه آینده امیدوارم که در خدمتتون باشم. روز و روزگار بر همه شما خوش.
موزیک. برنامه از رامین یوسف زمانی هر جمعه از ساعت 10 الی 11 صبح از تلویزیون عصر امروز.